از اصلی ترین مزایای پرینترهای سه‌بعدی ترمو CNC با باقی پرینترها در بردهای کنترلی دستگاه ما خلاصه شده. این بردها توسط مجموعه فنی خودمون تولید و مونتاژ شده. بیشتر پرینترهای موجود در بازار از بردهای AVR با فرکانس کاری 16 مگاهرتز استفاده می‌کنند و پرینترهای با رده متوسطی‌های آرم 32 بیتی که فرکانس کاری اونا معمولاً بین 70 تا 100 مگاهرتز است. ولی بردهای کنترلی که توسط مجموعه ما طراحی شده و بر روی پرینترها مونتاژ میشه با فرکانس کاری 170 مگاهرتز هست که این فرکانس کاری بالا میتونه به شما این امکانو بده که در قطعات پیچیده‌تر و بزرگتر و گسترده‌تر شما حرکات نرمتر در عین حال سرعت بالاتر و دقت و کیفیت بالاتری رو تجربه کنید. علاوه بر همه اینا شما میتونید در لحظه تعداد میلیون ها جی کد رو پردازش بکنید که نشون دهنده از این هستش که شما میتونید قطعات بسیار ریز و با دقت بالاتر رو پرینت بدید. این یکی از مزیت‌هایی هستش که بردهای کنترلی پرینترهای سه‌بعدی ترمو CNC دارن که در ادامه ویدیو در آینده ویژگی‌های دیگر هم خدمتتون اعلام می‌کنم.